Yes, ma'am. Can I have an officer come to this address? And your name? My name's Darren West. I just found something in my garage. I think it's a miscarriage. Can you be more specific? What do you mean by a miscarriage you found? I have no idea. Just please send an officer up here. It sounds like you may need medical. It's been wrapped up in a plastic bag that stinks. Okay, what is it? It's a little baby. 12 اپریل سال 2014 یه تماس عجیب از سمت یه مرد به اداره پلیس پلیزنت گروو تو ایالت یوتا میشه. ادعایی که مرد پشت تلفن میکنه اگر درست باشه هم عجیبه هم وحشتناک. اون میگه که توی گاراژ خونم زمانی که داشتم اونجا رو مرتب میکردم یه جعبه پیدا کردم که توش یه نوزاد مرده بود. مامورین پلیس یکی یکی خودشونو به محل زندگی مرد میرسونن تا از نزدیک این موضوع رو بررسی کنن. در این همون مردی که با پلیس تماس گرفت داره اون چه که تو گاراژ دیده رو به پلیس گزارش میده. در این یه مرد 45 ساله است و پدر 3 فرزند. اون تمام عمرشو درگیر مواد بوده و برای همینم چند باری افتاد گوشه زندون. الانم بعد از یه مدت قرنطینه برای ترک داشت خونه‌شو تمیز میکرد تا دوباره به زندگیش ادامه بده. در این سال هاست که تو این خونه زندگی میکنه و چیزایی که پلیسا الان میخوان بفهمن اینه که این نوزاد مرده داخل جعبه از کجا اومده تو این گاراژ و اصلا مال کیه؟ غیر از درن و بچه ها همسر اون مگان هم تو این خونه زندگی میکنه که الان برای خرید رفته بیرون. پلیسا با اون تماس میگیرن تا ببینن که آیا اون در مورد این جعبه چیزی میدونه یا نه. Are you able to help us understand what's going on here? It was a miscarriage. It was like 9 years ago when we first left. And how far into your pregnancy were you? Like 7 months. It was born, stillborn. Okay. How soon can you come down here? خب ظاهرا مگان از جعبه خبر داشت. اون نوزاد خودش بود. اون ادعا میکنه که داستان مال 9 سال پیشه وقتی شوهرش افتاد زندان. اون میگه که بچه از اولش مرده به دنیا اومده. این ادعای مگانه و باید در ادامه ببینیم که اوضاع از چه قراره. اون کمتر از 2 ساعت بعد از تلفن خودشو به اداره پلیس رسوند. ضمن این که جستجوی داخل گاراژ همزمان با بازجویی ادامه داره. Well, you know why we're here. What we're here to talk about. Just start at the beginning and tell me what happened. Well, we were doing drugs a lot. That's what he was in prison for. I got pregnant right before he left, and I really didn't know because I thought it was just stress and stuff. He went to prison in 2006? Yeah. How far along were you when he Like went? a couple months. اونطور که از گفته های مگان به نظر میرسه اون باردار بوده که همسرش میفته زندان. طبق ادعای مگان اون بچه رو داخل حموم تنهایی به دنیا آورده. مگان میگه چون زیاد مواد مصرف میکرده بچه مرده به دنیا اومده و زمانی هم که دیده همسرش نیست و از باردار شدنش هم بیخبره ترجیح داده که اصلا این موضوع رو هیچ وقت باهاش مطرح نکنه. اگرچه این ادعا کمی مشکوک به نظر میاد اما در ادامه اتفاقی میفته که مگانو مجبور به بیان حقیقت میکنه. تیم تجسس مستقر تو گاراژ یه نوزاد دیگه هم پیدا کردن. We have investigators in the house right now. They found a second baby. Will you please tell me about that? There's more. Hey, I'm sorry. I have hit every one of them, and he had to have known I was pregnant through most of them. Okay, so how many do you think will we find in the garage? More. All right. Okay, just a minute. کارگاه با دیدن این شرایط حد زد که ممکنه نوزادای دیگه‌ای هم در کار باشن. طبق گفته مگان 4 نوزاد داخل گاراژ بودن. اما آیا این بار مگان تمام حقیقت گفته بود؟ اصلا اون چرا باید دست به چنین کاری بزنه؟ کارگاه ها همچنان توی گاراژ در حال جستجوی 4 نوزادی هستن که مگان ادعا کرده.
want to make sure that there's no more weight on your shoulders. Okay. When you have these babies, Yes. you described you had the one in the tub, that you filled the tub and had. Yeah, I can't. Yeah. Was that baby alive when it was born? I think it was. For a short time. What happened? Well, you think if I had a baby in the house, it just cried, so it would, you know. اینجا بازجو یه سوال خیلی ساده پرسید. نوزاد اولش زنده بود، اوکی. خب بعدش چی شد؟ جواب این سوال میتونه خیلی ساده باشه. قلبش وایساد، نفسش قطع شد یا اصلا بگه نمیدونم. ولی خب میبینیم که اون شروع میکنه به دادن توضیح اضافه که بتونه به هر قیمت ثابت کنه که بچه از اول جونی نداشت. اون میگه که اگه بچه زنده بود باید گریه میکرد. اگه گریه میکرد خب باید یکی از اطرافیه صداشو میشنیدن. تمام این توضیحات اضافه یعنی فریب. و خب بازجو هم خیلی خوب این موضوع رو میدونه. You say you think it was for a short time. What was it moving? Did it start to breathe? No, it wasn't free. I could see a little heartbeat and then it stopped. بازجو اینجا رفت سر اصل مطلب و سوالی که تو ذهنش بود و مستقیما از مگان پرسید. Did you kill the baby after it was born? I did one of them. Which one? Can't remember. No, I was just so scared. I was so on drugs so bad I choked it. How did you choke it? Yeah. Do you think all four of these babies were alive when they were born? I'm pretty sure one of them wasn't. And did you choke the others? Yes, I did. And why did you choke them? I don't know. Scared. I was in shock. Have you ever told anyone this? No, I've never told a soul. تا اینجا بازجو موفق شد تا از مگان اعتراف بگیره که از 4 تا نوزاد اون 3 تاشو با دست خفه کرده. اون میگه که نمیدونه چرا دست به چنین کاری زده. اگرچه این جواب مزخرفیه اما من باور میکنم. مگان هیچ وقت شرایط زندگی خوبی نداشته. اون 3 تا بچه و یه شوهر سوپر معتاد داشته، یه معتاد بیخیال، ضمن اینکه خودش هم تو مواد غرق بوده. اون کریستال و متامفتامین مصرف میکرده و خب طبیعیه که نتونه درست فکر کنه و به صورت لحظه‌ای و تکانشی دست به رفتارایی بزنه که یا محصول توهمن یا یه رفتار بر پایه هیجان بی اساس. اون بیشتر وقتا یه مادر تنها بوده، بدون درآمد. مادری که 3 فرزند قد و نیم قدم توی خونه داشته. شاید بهتر بود که بازجو این سوال ازش میپرسید. دختر تو به کاندوم یا هر چیزی شبیه این اعتقاد نداری؟ به هر حال این اتفاق افتاده، اگرچه که هنوز شگفتی‌های اتاق بازجویی تموم نشده. در ادامه و در انتهای ویدیو ریشه دلایل این رفتار وحشتناک مگان به لحاظ روانشناختی بررسی خواهیم کرد. Right, Megan, I'm really happy with how far you've come, but I'm concerned that you haven't told me everything. How many do you think there possibly could be? Honestly, I don't know how many. 4 I can think of, but I don't. Okay, they are up to 5. And so now that there's 5, are you still only certain that one of them was dead when it was born? And so the other 4 were alive? There could be more. Like I said, I can't remember a damn thing. How many do you think there would be? I'd say 8 or 9. 8-9 تا. اون ظرف مدت 18 سال 8-9 نوزاد با دستای خودش به دنیا آورده و با همون دستا خفشون کرده. اینکه درن همسر مگان از تمام این وقایع خبردار نشده هم برای خودش داستانیه. اگر تصور کنیم که مگان خیلی خوب تونسته بارداریشو پنهان کنه، اون تو این 18 سال یه بارم از مگان نپرسید که نتیجه این همه شب کنار هم بودن چی شد؟
And you're saying Darren never knew? No, what I told you, only me. I've kept this to myself for 18 years. تیم تحقیقات همچنان در حال جستجو بودن و یکی یکی نوزادا داشتن پیدا می شدن. So I have to ask, about the stuff that they're finding. They're up to 7. Like I said, they're all in the garage. All right. And you said you were certain that only one was stillborn, and that you strangled the rest. Yes. Well, I think I'm ready to take you upstairs then. And we're going to put you in a holding cell while we finish processing the scene. Okay? بازجو مگان رو تا تکمیل پرونده تحت بازداشت نگه داشت و بعد از اون تا روز تشکیل دادگاه مگان به زندان منتقل شد. جالبه که بدونین در کل 6 نوزاد بیشتر پیدا نشد و مشخصه که تعدادشون از دست خود مگان هم در رفته. کاراگاه‌ها تمامی گاراژ رو به دقت وجب به وجب بررسی کردند. تمامی اثر انگشتا، DNA و هر مدرکی که میتونست موضوع تازه‌ای رو روشن کنه. اونا یه نیم نگاه هم به این موضوع داشتن که شاید همسر مگان تو این جنایت دخیل بوده باشه، اما هیچ مدرکی در این رابطه پیدا نکردن و درن واقعا از مرحله پرت بود. مگان هانتسمن در نهایت تو تاریخ 20 اپریل 2015 تو جلسه دادگاه حضور پیدا کرد و به اتهام قتل درجه 1 5 نوزاد به حبس ابد محکوم شد. بازپرس پرونده آقای دین کاناوا آن داشت که هیچ وقت متوجه نشدن که انگیزه اصلی مگان از ارتکاب این قتل‌ها چی بوده. منم نتونستم هیچ سابقه‌ای از زندگی مگان به دست بیارم، اما با توجه به رفتارهایی که صورت گرفته چند فرض رو مطرح میکنم و قضاوت رو به خود شما میسپارم. رفتاری که از مگان سر زد واقعا یه رفتار پیچیده است. اون از سال 1998 تا سال 2006 بچه به دنیا می آورد و بعدش اونها رو می کشت. یکی از اولین فکرایی که تو سر آدم میاد اختلال افسردگی پس از زایمانه. افسردگی بعد از زایمان به خودی خود نمیتونه از آدم قاتل بسازه. حتما باید عوامل دیگه‌ای هم در کنارش قرار بگیره تا ارتباط اون شخص رو با واقعیت قطع کنه. خب این عامل میتونه مصرف متامفتامین بوده باشه. از طرفی هم بد نیست بدونین که افسردگی بعد از زایمان در حادترین شکل ممکن میتونه به روانپریشی بعد از زایمان هم منجر شه که تو این مورد میتونه ارتباط با واقعیت قطع شه. اما در مورد اعتیاد که به نظر من مهمترین عامل تو تصمیم گیری‌های مگان و رفتاراش بوده، اعتیاد به کریستال متامفتامین میتونه به شدت قضاوت، تصمیم گیری و حس همدلی رو تو یه نفر تحت تاثیر قرار بده. و خب خیلی واضحه که یه مغز سالم هیچ وقت چنین کاری رو که مگان کرده نمیکنه. مطمئنم برای خیلی‌ها سوال پیش اومده که چرا اون جسد بچه‌شو دفن نمیکرد. به نظرم اینجا غریزه مادریش بوده که بهش فشار آورده و نذاشته که بچه‌هاش از خودش دور کنه یا مثل یه تیکه زباله بندازتشون دور. اما سوالی که واقعا هیچ وقت نتونستم بهش پاسخ بدم، هیچ وقت، اون چرا انقدر باردار میشد؟ آیا ممکنه که بچه‌ها مربوط به روابط دیگه‌ای بوده باشن؟ روابط خارج از ازدواج؟ و دلیل تمام این پنهونکاری‌ها و کشتن نوزادها پنهون کردن این روابط خارج از ازدواج بوده باشه؟ اینو برام کامنت کن.